مردن در حالت جنابت سوء خاتمه نیست و گناهی ندارد. داستان حضرت حنظله که در حالت جنابت وفات کرد و شهید شد همه می‌دانیم. و در صورتی که کسی یعنی با حالت جنابت از دنیا برود یا در حالت حیض و نفاس از دنیا برود، همان غسل میت برایش کافی هست که غسل میت واجب هست و همچنین غسل جنابت یا غسل حیض و نفاس که همه با هم جمع بشوند تنها یک غسلی کافی هست برای همهشون. لازم نیست که حتما یک غسل جنابت بدن دوباره یک غسل وفات و میت بدن، همون یک غسل کافی هست. دقیقا مانند این که یک فردی مثلا چند بار رفته باشه دستشویی و چند مورد مثلا وضوی شکسته باشه، برای همه اونها یک مرتبه وضو بگیرد کافی است. برای غسل هم این گونه هست، ولو اینکه چند سبب برای غسل جمع شده باشند، در نهایت یک غسل برای تمام این موارد از نظر شرعی کفایت میکنه.